بله، در این گفتگو یک تحلیل فنی خیلی دقیق از بازار طلا رو بررسی می‌کنیم. تحلیلی که هم عوامل کلان رو دیده و هم الگوهای تکنیکال رو و خب سناریوهای معاملاتی روشنی هم ارائه داده. بله، تحلیل خیلی قویه. امروز می‌خوایم ببینیم چطور میشه این تحلیل خوب رو با شفافتر کردن ساختارش و اضافه کردن چند تا لایه دیگه به یه نقشه راه استراتژیک‌تر تبدیل کرد. خب اولین نکته‌ای که به چشم میاد همینه. ببین این تحلیل سناریوهای متعددی رو پوشش میده، اما ساختارش میتونه خیلی منسجم‌تر بشه. منسجم‌تر یعنی چی دقیقاً؟ یعنی یه روایت اصلی و واضح برای معامله‌گر نداره. الان جریان تحلیل یه جورایی بین مفاهیم مختلف میپره. آها، از اقتصاد کلان میره سراغ الگوی تکنیکال، بعد فیبوناچی. دقیقاً مثلا سناریوی اصلاح زیگزاگ رو به عنوان یه جایگزین مهم معرفی کرده که خیلی هم درسته. خب، اما این موضوع رو گذاشته وسط بحث شکست سطح 4100. که اون خودش بخشی از داستان الگوی مثلثه. آفرین! این ساختار تو در تو باعث میشه که ایده اصلی، یعنی همون الگوی مثلث، یکم گم بشه بین گزینه‌های فرعی. مثل اینه که داری نقشه گنج رو میخونی ولی وسطش یهو یه فصل از دفترچه راهنمای کشتی باز میشه. بهترین تشبیه همینه. آدم گیج میشه، رشته کلام از دستش در میره. خب، راه حل چیه؟ چطور میشه این نقشه رو خواناتر کرد؟ پیشنهاد من اینه که تحلیل حول یه سناریوی پایه اصلی سازماندهی بشه. یه لنگرگاه. سناریوی پایه؟ بله. و بعد سناریوهای جایگزین به وضوح از اون جدا بشن. این کار به تحلیل یه ستون فقرات روایی میده. جالبه. میشه یه مثال بزنی؟ حتماً. مثلا تحلیل رو با معرفی الگوی مثلث به عنوان چارچوب اصلی و مسلط شروع می‌کنیم. این میشه سناریوی پایه شما. پس اول قلعه اصلی رو معرفی میکنیم. دقیقاً. بعد از اینکه این چارچوب رو تعریف کردیم، یه بخش کاملا مجزا باز می‌کنیم برای سناریوی صعودی. که توش همه چیز مربوط به صعود رو توضیح میدیم. آره، محرک‌ها مثل شکست مقاومت 4180، اهداف قیمتی و حتی استراتژی‌های ورود، مثلا اینکه آیا در پولبک وارد بشیم یا با خود شکست، همه رو کامل توضیح میدیم. و طبیعتاً یه بخش قرینه هم برای سناریوی نزولی. بله، به همین ترتیب یه بخش جدا برای سناریوی نزولی. اونجا میگیم محرک چیه؟ یعنی از دست دادن سطح 4100. هدف اولیه کجاست؟ مثلا 4000. و بعد مهمتر از همه پیامد این شکست، یعنی میگیم اگه 4100 از دست بره دیگه الگوی مثلث معتبر نیست و اون الگوی اصلاحی بزرگتن یعنی زیگزاگ فعال میشه. آها. پس اینطوری هر سناریو یه داستان کامل و مستقل برای خودش پیدا میکنه. با شروع، اوج و پایان مشخص. همینطوره. بسیار خوب. پس تکلیف اون بحث عوامل کلان مثل تصمیمات فدرال رزرو و ضعف دلار چی میشه؟ چون الان اینا با جزئیات تکنیکال قاطی شدن. نکته خیلی خوبیه. اون بحث رو باید کامل بیاریم اول تحلیل. یعنی به عنوان زمینه کلی. دقیقاً. این عوامل کلان در واقع شرایط آب و هوایی حاکم بر بازارن. بهتر اول بگیم هوا آفتابی یا طوفانی، بعد نقشه تاکتیکی راه‌ها رو بررسی کنیم. با این کار خواننده اول تصویر بزرگ رو میبینه، بعد با سناریوی اصلی آشنا میشه و در نهایت گزینه‌های جایگزین رو بررسی میکنه. ساختار کاملا خطی و شفاف میشه. و خیلی راحت‌تر دنبال میشه. بسیار عالی. خب با این کار یه نقشه راه شفاف داریم، اما یه نقشه خوب فقط مسیرها رو نشون نمیده. به ما میگه کدوم مسیر محتمل تره. الان توی تحلیل فعلی سناریوی صعودی و نزولی تقریباً هم وزن به نظر میرسن. درسته. چطور میتونیم به این تحلیل عمق بدیم و بفهمیم که کفه ترازو به کدوم سمت سنگینی میکنه؟ این دقیقاً میشه نکته دوم ما. تحلیل خیلی خوب مشخص میکنه که چه اتفاقی ممکنه بیفته. اما با اضافه کردن یه لایه که توضیح بده چرا یه سناریو به اون یکی ارجحیت داره، میشه خیلی تقویتش کرد. آها. الان تحلیلگر به درستی اشاره کرده که باید صبر کنیم. این خیلی حرفه‌ایه. اما خب یه معامله‌گر همیشه دنبال سرنخ‌های پیش‌بینی کننده است.
یعنی دنبال نشانه‌هاییه که جهت احتمالی حرکت رو قبل از شکست الگو بهش نشون بده. دقیقاً. یعنی از یه حالت واکنشی که منتظر شکست بمونیم، حرکت کنیم به یه حالت فعال و پیشبینی کننده. مثل یه کاراگاه که دنبال رد پاها داخل صحنه جرم میگرده، نه اینکه فقط منتظر گزارش نهایی پزشکی قانونی بمونه. آفرین، تشبیه عالیه. باید یه چارچوب برای ارزیابی فشاری که داره درون الگو شکل میگیره اضافه کنیم. خب چطور این کارو بکنیم؟ چند تا راه هست. یکیش استفاده از منطق اگر آنگاه برای احتمالاته. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه فقط بگیم اگر 4100 بشکمه قیمت پایین میره، یه لایه عمیق‌تر بهش اضافه کنیم. مثلا چی بگیم؟ مثلا میتونیم بگیم تا زمانی که قیمت داره کفهای بالاتر درون خط روند پایینی مثلث میسازه، احتمال شکست صعودی بیشتره. این یه سرنخه. درسته. اما اگر ببینیم قیمت چند بار به میانه محدوده مثلا 4120 حمله میکنه و موفق نمیشه، این نشون میده خریدارا دارن ظریف میشن. و این یعنی احتمال شکست نزولی داره بیشتر میشه، حتی قبل از اینکه 4100 از دست بره. دقیقاً. اینها سرنخ‌هایی از رفتار قیمته. ما داریم به دینامیک قدرت بین خریدار و فروشنده داخل الگو نگاه میکنیم. این خیلی هوشمندانه است. ابزار دیگه‌ای هم برای این کار هست، مثلا اندیکاتورها. بله، یه ابزار کلاسیک و خیلی قدرتمند. تحلیل حجم معاملاته. حجم معاملات. آره. آیا وقتی مثلث داره فشرده تر میشه، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه؟ خب این یه نشانه کلاسیک برای الگوهای ادامه دهنده است. آفرین. و احتمال شکست در جهت روند قبلی رو بالا میبره. برعکس، آیا وقتی قیمت داره به حمایت نزدیک میشه، یهو شاهد افزایش ناگهانی حجم هستیم؟ که میتونه یه هشدار برای توزیع و فروش توسط بازیگرای بزرگ باشه و احتمال شکست نزولی رو بیشتر کنه. دقیقاً. و نکته مهم اینه که خیلی از معامله‌گرای تازه‌کار فقط حجم رو در زمان شکست نگاه میکنن. در حالی که شما میگید باید به حجم قبل از شکست توجه کرد، یعنی وقتی که فشار داره ساخته میشه. بله، این یعنی از یه اندیکاتور تأخیری به عنوان یه ابزار پیشرو استفاده کنیم. این خودش یه تغییر دیدگاه استراتژیکه. بسیار خوب. راه سومی هم هست. بله، استفاده از تأییدیه بازارهای دیگه. تحلیلگر به ضعف دلار اشاره کرده. این ارتباط رو باید به یه ابزار تأییدیه فعال تبدیل کنیم. چطوری؟ مثلا بدیم اگر قیمت طلا داره به سقف مثلث نزدیک میشه و همزمان شاخص دلار DXY داره یه حمایت کلیدی رو میشکنه، احتمال شکست صعودی طلا به شدت بالا میره. و این کار باعث میشه درگیر شکست‌های کاذب نشیم، درسته؟ کاملاً. یعنی اگر طلا فریاد خرید بزنه ولی دلار یه داستان دیگه بگه، این یه دلیل خوب برای مکث و احتیاطه. دقیقاً. این لایه‌ها تحلیل رو از یه پیشبینی ساده به یه ارزیابی احتمالات پویا تبدیل میکنن. فوق‌العاده است. خب پس تا اینجا یه ساختار روایی شفاف داریم و ابزارهایی برای سنجش احتمالات هر سناریو. در واقع یه نقشه راه تاکتیکی خیلی خوب ساختیم. بله، همینطوره. اما هر تاکتیک خوبی باید در خدمت یه استراتژی بزرگتر باشه. این تحلیل به شدت روی نمودار 1 ساعته متمرکزه. این نبرد تاکتیکی چطور در تصویر کلی جنگ قرار میگیره؟ این هم نکته سوم و خیلی مهمه. نقشه راه تاکتیکی روی نمودار 1 ساعته خیلی دقیق و کاربردیه. اما میتونیم با قرار دادنش توی چارچوب روندهای بلند مدت‌تر اهمیت استراتژیکش رو دوچندان کنیم. الان ضعفش چیه؟ ضعف فعلی اینه که تمرکز انحصاری روی نمودار 1 ساعته باعث شده تصویر بزرگتر نادیده گرفته بشه. معامله‌گر نمیدونه که آیا این الگوی مثلث یه استراحت کوتاه توی یه روند صعودی بزرگ یا صرفاً یه توقف توی یه روند نزولی بلند مدته. دقیقاً. و بدون این زمینه اهداف و سطوح کلیدی شخصیت ندارن. یعنی نمیفهمیم اهمیتشون چیه؟ هدف 42775 فقط یه عدد فیبوناچیه، اما نمیدونیم رسیدن به اون به معنی پیروزی توی یه نبرد کوچیکه یا فتح یه پایتخت استراتژیکه. بهترین تشبیهی بود که میشد گفت. دقیقاً همینه. خب پیشنهاد بهبود چیه؟ خیلی ساده است. تحلیل باید با یه نگاه کوتاه و سریع به نمودار روزانه شروع بشه برای تعیین ساختار کلی بازار.
یعنی اول صحنه رو آماده کنیم. آره، مثلا تحلیل رو با یه جمله کلیدی در مورد نمودار روزانه شروع کنیم. بگیم در نمودار روزانه طلا در یک روند صعودی قرار دارد و اخیراً از میانگین متحرک 200 روزه خودش حمایت شده. آها. بنابراین الگوی مثلث یک ساعته‌ای که بررسی می‌کنیم به احتمال زیاد یک الگوی ادامه دهنده در این ساختار صعودی است. همین یک جمله کل تحلیل رو جهت‌دار میکنه. در واقع به ستاپ معاملاتی ما یه شخصیت میده. حالا میدونیم که داریم در جهت روند اصلی معامله میکنیم که خودش احتمال موفقیت رو بالاتر میبره. بله. بعد چطور این اتصال رو در جزئیات تحلیل نشون بدیم؟ کردن اهداف نموداری یک ساعته رو باید به سطوح کلیدی نمودار روزانه وصل کنیم. یعنی چطور؟ مثلا بگیم هدف 4275 از اهمیت ویژه‌ای برخورداره چون با سطح مقاومت قله ماه سپتامبر در نمودار روزانه انطباق داره. و با این کار اون هدف دیگه یه عدد تصادفی نیست. رسیدن به اون سطح نه تنها یه معامله تاکتیکی موفق حساب میشه، بلکه سیگنالی برای حمله دوباره به قله‌های سالانه خواهد بود. دقیقاً، یه معامله‌گر با دونستن این موضوع ممکنه حتی نحوه مدیریت پوزیشنش رو هم تغییر بده. آره، ممکنه بخشی از معامله رو برای اهداف بالاتر باز نگه داره. همینطوره و همین منطق برای سمت ریسک هم صادقه. سطح حمایت کلیدی یعنی 4100 رو هم باید توی یه بستر بزرگتر قرار بدیم. چطوری؟ بگیم از دست دادن سطح 4100 نه تنها برای الگوی یک ساعت حیاتیه، بلکه قیمت رو به زیر میانگین متحرک 50 روزه برمیگردونه و نشون میده که شتاب حرکت صعودی بزرگتر داره ضعیف میشه. فوق‌العاده است. با این کار تحلیل از یه بررسی صرفاً تکنیکال به یه روایت استراتژیک کامل تبدیل میشه که هم به چه چیزی، هم به چرا و هم به خب که چی پاسخ میده. بله، هدف دقیقاً همینه. بسیار خوب. پس برای جمع‌بندی 3 پیشنهاد کلیدی برای ارتقای این تحلیل خیلی قوی مطرح شد. اول، ایجاد یک ساختار روایی شفافتر با تعریف یک سناریوی پایه و جدا کردن سناریوهای جایگزین. تا داستان تحلیل خطی و قابل فهم بشه. درسته. دوم، اضافه کردن یک لایه تحلیل احتمالات. بله، با استفاده از شاخص‌های پیشرو مثل حجم معاملات، رفتار قیمت داخل الگو یا تاییدی از بازارهای مرتبط تا از حالت واکنشی خارج بشیم و فعالانه احتمالات رو بسنجیم. و سوم، قرار دادن تحلیل تاکتیکی توی یه بستر استراتژیک، یعنی با شروع از نمودار روزانه با الگوی یک ساعته و سطوح کلیدی اون معنا و اهمیت استراتژیک بدیم. دقیقاً، تحلیل پایه و اساس خیلی محکمی داره. این تحلیل در حال حاضر خیلی کاربردی و دقیقه و این ایده ها فقط برای اینه که تأثیرگذاریش به حد اکثر برسه. من که خیلی دوست دارم ببینم نویسنده با این ایده ها چی کار میکنه. من هم همینطور. حتما نسخه بعدی رو هم برامون بفرستید تا با هم بررسیش کنیم.